در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، رو به صفتان زشت کو را نکشند. کاظمی برای تغییر وضعیت زندگی مردم مبارزه کرد. شعارش در انتخابات پارلمانی بود که به دسترخوان مردم تغییر آورد باید. او برای امنیت و برای وحدت ملی تلاش میکرد. آدمی با کفایتی بود در این راه و بر سر این راه قربانی شد. او برای افغانستان زخم خورده و دردناک همیشه کار میکرد. متاسفانه که امروز جایگاهی او خالی است. ما وقتی از شهدا تجلیل میکنیم باید آرمانهای آنها را با هم بازخوانی کنیم و آرمانهای آنها را دنبال کنیم که آنها برای چی مبارزه میکنند. و امروز متاسفانه که افغانستان عزیز ما در یک مرحله سراشیبی قرار گرفته است.